ادب و خسته نباشید. من چند روز پیش توی یکی از مهمونی خانوادگی بعد از چند سال حاضر شدم. فامیلام که وقتی من دیدن خیلی ناراحت شدن و همگی نگران من شدن که چرا موهات سفید شده، چرا ریشات سفید شده، چرا صورتت اینجوری شده، چرا انقدر گرفته‌ای، خسته‌ای. منم خب به طب توضیح دادم که تمام عزیزانی که شیفت شب کار میکنن، شیفتی هستن و کارشون سخته، بالاخره وقتی اعصابشون درگیر میشه باعث میشه تمام سیستم بدنشون به هم بریزه. چون وقتی اعصاب آدم به هم بریزه، صورت، مو، معده، کبد، همه جا به هم میریزه. مهمونی تموم شد. 2 روز بعد یکی از دوستان همون بستگاه به من تماس گرفت، منو با خودش برد به یه شرکتی. تو این شرکت با من صحبت شد، سوابق بیمه من در آوردن و الحمدلله الان پیگیر هستیم که بازنشست بشیم. الان اومدم میگم که عزیزان کادر درمان و پرستارانی که 20 سال به بالا سابقه دارن میتونن با این شرکت همکاری کنن، برن ببینن، اگه خوششون اومد شرایطشون دیدن با حقوق خوب بازنشست بشن. اگر خواستین به قول معروف شما هم اقدام کنید، یک پیام بدید، آدرس رو براتون